درود بچه، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو اومدیم با فورزا در مقابل نید فور اسپید دوباره و این اولین کلابیه که میخوایم با آقا ایمان عزیز بگیریم. ایمان سلام کن به بچه ها. درود بچه، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو بچه ها. امروز دوباره اومدیم با این ویدیو چالنجی خفنی که دیگه منتظرش بودید تو چنل حسین. بالاخره تونستیم این گوشا رو یه جوری بیاییم ویدیوی کلابی شد. و اینکه بچه ها لینک ویدیو هم که با ایمان گرفتیم توی دیسکریپشن هست، از همونجا هم برید توی چنل ایمان هم ویدیو رو ببینید. اصلا یه لحظه الان گیم پلی منو نشون بده. یه لحظه این الان گیم ایمان بچه. این ماشینی که میبینید، این ماشینی که الان دارید میبینید نتیجه ویدیوی قبلیه که حالا لینکش توی دیسکریپشن هست. فکر کنم لینک چنل هم میذاری توی دیسکریپشن. البته نمیتونی لینک ویدیو بذاری، فکر کنم لینک شاید هم بشه، نمیدونم. خود ایمان بچه‌ها برامون لینکو کپی میکنه، ان شاء الله میفرسته. آره تو خواب آن باوند نید فور اسپید من اینو داره. وایسا حالا پیداش کنم. وای بچه‌ها، اگه دوست دارید توی پارت بعدی اینو بیاریم حتما کامنت کنید، خیلی دوستش دارم. وایسا پیداش نمی‌کنم. خوش. با بچه‌ها ویدیو کنسل نیسان جی تی آر این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی فعلا. وای یه چی واقعا پیداش نمی‌کنم. الو من اینو میذارم تو پیداش ویدیو. کردم. چقدر گرونتر شده. آها باید قرمز باشه طبیعتا، نمیدونم چرا سفیده. ولی خب بچه ها اینم نیسان جی تی آر نیسمو 2017. تو نیسمو داری؟ مشخصاتی که ما توی منم نیسمو آوردم بچه. من نمیدونستم ایمان نیسان جی تی آر نیسمو داره، توضیح فهمیدیم آجی. گوش بدید بچه ها. هورس پاورش 591، منظورش همون اسب بخاره. هیرس پاور 591 اسب بخاره. مکس تورکیوه خلاصه 480. 1 مایل و توی نمیدونم این چرت و پرتا رو بچه ها نمیدونم طبیعتا. تاپ اسپیدش 1197. 0 تا 60 هم توی 3 ثانیه میره، یعنی بگی 1 2 3 60. آره بچه ها من نمیدونستم ایمان نیسمو داره. اینجا نمودار همینجور که خودتون میبینید، حالا من نخوام بخونم، این نمودار نیسان جی تی آر نیسمو که ما همون نیسمو رو میگیریم دیگه. قیمتش هم 250,000 تاست. من اول میرم سراغ بادی کیت که بادی کیت ندارم. بذار ببینم، من فکر کنم بادی کیت داشته باشه برام تو فورزا. اصلا این ماشین رو نمیتونیم هیچ کاری کنیم بچه ها. برای من بادی کیت داره. بادی کیت رو میتونیم برداریم که خودش گذاشته، چون نیسماه و وای حسین اینو هیچ کاریش نمیشه. نیسماه معمولیشو نداری؟ بچه ها من برای رنگ ماشین بچه خودش خوبه. رنگ ماشین رو میذارم خودش سیاهه، بعد کاپوتش خاکستری، اصلا عشق. نیسان اصلی سیاهه. بچه ها این پارت که شما دارید ببینید نسبت به پارت قبلی که من و ایمان میخواستیم تیون کنیم خیلی راحت تر انتخاب رنگ مثل بچه هایی که اون پارت رو دیدن میدونن. باید برم ببینن بالاخره تا یه روزی. حالا وای بچه من دارم چی کار میکنم با رنگ ماشین؟ یه لحظه پخت و پز میکنی؟ بچه اینو هم داشته باشید. من هر پارت دارم اینو زجه میزنم، اینو تکرار میکنم. توی نید فور اسپید آن باوند خیلی تیون که نه البته خیلی دیزاین کردن ماشین نسبت به فورزا خیلی خفن‌تر میشه اجرا کرد. باز گفتم تیون کاستوم ماشینو، به خاطر اینکه نید فور اسپید کارش همینه درست، ولی فورزا رو عشق ماشینا فقط کنید. بچه‌ها جدی داره خوب در میاد.
حالا کلمه ایمان حفیبه رو با فونت این حاجی من رو کاپوتم که نه باک بنزین دارم یه چیزی میزنم. بچه من اینا رو تا حالا خودم هم ندیده بودم، ولی واو چرا اینا رو تو ویدیوی خودم استفاده نکردم. وای من چرخو میتونم یه کاری کنم که توی نیت فور اسپید چیه فورسا تو خوابت هم نمیبینی. وای چقدر خفن شد. بچه همین الان به من نمره رو بدید دیگه. چرخوشو اصلا میبینید بعد بگرخید. بریم بیرون هم یه نمایی ازش ببینیم. او مای گاد آجی، ولی تو شب دیده نمیشه بچه ها. چرخشو میبینید. وای من اینو نکته رو حتما توی پارتای بعدی اجرا میکنم. فوق‌العاده شد بچه من یه دونه ماه سرخم میذارم. بچه بیاین صبح زورش هم ببینیم زور چیه. هوا بارونی، عجب شانس خوبی داریم. متاسفانه خوب نمیتونیم نشون بدیم، ولی چرخشو نها کنید بچه. اینم از نیسان خوشگل من تمام شد بچه. همونطور که خودتون دارید میبینید خیلی خفن ترش میتونستم کنم، منطقه وقت زیادی نداشتم و این باکه هم کاش نمیذاشتیم. الان که نگاه میکنم چی بهش نمیاد اصلا. وایسا حالا من باید بیام از این زاویه بچه ها نشونش بدم حال بکنن قشنگ بچه ها. این از سیکل فوتو مشتی بچه ها. براتون یه مود خفنم روش بذارم که بتونید خیلی باحال ببینیدش. نه این میبینید شما چقدر خفنه بچه ها. داور شمایی اینو یادم رفت بگم، ببخشید. داور این ویدیو بچه شمایی که تو کامنت تعیین میکنید ماشین کی از ماشین نیکی بهتره. طوری نیت فور اسپید در مقابل فورزا که نیست. سر از میخوام کدوم میتونیم خفن‌تر ماشین رو چیز کنیم که اگه دوست داشته باشید حسین میره نیت فور اسپید آنباوند رو میریزه و یه جورای عادلانه میتونیم با هم دیگه رقابت کنیم که دیگه همه چی به کامنت های شما بستگی داره دیگه. در این صورت بچه ها من بیشتر تلاش میکنم آنباوند رو بریزم که شما خیلی حمایت کنید. اگه حمایت آنباوند گفتم فکر کنم. اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. چنل ایمان تو دیسکریپشن فراموشش نکنید. لایک و ساب هم فراموش نشه. کامنت انگلیسی هم بذارید. حتما کلیک کن همین الان برو پارت قبلی رو بده. توی چنل ایمان حتما برید بچه‌ها. اونجا هم ماشین زیادی هست. خود چنل ایمان هم حتما ساب کنید. کیفیت کاراش واقعا خفنه. چنل هم در مورد ماشین نیست، ولی فعلا داریم در مورد ماشینا و هم دیگه ویدیو میذاریم و تازگی هم یه گیم شوتر میخوایم بریم. حالا اخبارش توی خود چنل هم هست میگم بهتون. من یه دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی روز شب خوبی داشته باشید. تا ویدیو بعدی بدرود.